طراحی لباس بدون نرم افزار تو این دوره مثل اینه که بخوای با دوچرخه بری فرمول 1. ابزارهایی که بهت اجازه میدن خلاق باشی، طرح بزنی و حتی کارها رو روی مانکن نشون بدی. تو این ویدیو قرار ابزارهای طراحی لباس و کاربردهاشون رو با هم بررسی کنیم. سلام، من سحرم، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوایم نرم افزارهای طراحی لباس و کاربرد هر کدومشون رو دسته‌بندی کنیم. حالا بریم سراغ اینکه اصلا چرا باید طراحی لباس رو دیجیتال کنیم. بازار امروز به سرعت در حال تاختنه و نرم افزارهای طراحی لباس تا چیز رو به ما میدن: سرعت، دقت، هزینه کمتر و خلاقیت بیشتر. سرعت از این لحاظ که از ایده تا شبیه سازی اون روی مانکن به صورت 3 بعدی چند تا کلیک فاصله داره. دقت ما در حد میلیمتر چه توی الگوها و چه توی طراحی‌های 2 بعدی هست و اینکه ما میتونیم جزئیات بیشتری رو چه در الگوهامون، چه در طراحی‌های 2 بعدی و 3 بعدیمون و چه در فلت پترن ها اجرا کنیم. هزینه کمتر. قاعدتاً قبل از اینکه پارچه رو خریداری کنیم، دوخت کنیم، میتونیم ایرادات کار رو ببینیم، اونها رو اصلاح کنیم و یا تغییراتی که نیاز هست رو ایجاد کنیم. خلاقیت بیشتر هم خب چون دست ما بازتره میتونیم ایده هامون رو سریعا اصلاح کنیم. نیاز به زمان کمتری داره، پس ما میتونیم خیلی کارهای بیشتری و ایده های بیشتر و راحتتری رو با ابزارهایی که در اختیارمون قرار داره ایجاد کنیم. اما دیجیتال بدون چالش هم نیست. سری از این چالش ها مثل سختی یادگیری. اولش کمی گیج میشین، مخصوصا اگر افرادی هستین که با نرم افزارها و سیستم ها کمتر کار کردین. نیاز به سخت افزار دارن بعضی از نرم افزارها. مثلا توی نرم افزارهای 3 بعدی باید تونه یه رندر نهایی بگیره. طراحی های دیجیتالمون چه به صورت 2 بعدی و چه در فلت پترن ها نیاز به قلم داریم و صفحات طراحی. این ویدیو دقیقاً بهت میگه کدوم ابزارها بهترین عملکرد رو به سادگی در طراحی دیجیتال دارن. دسته‌بندی اول نرم افزارهای طراحی و تصویرسازی هستن، مثل پروکرییت، مثل اسکچ بوک، مثل آی آرت، مثل کانسل. این نرم افزارها مناسب گوشی، آیپد، تبلت و خب بعضی از این نرم افزارها هم میتونید توی کامپیوتر و با صفحات طراحی که توی بازار هستن باشون کار انجام بدید. این نرم افزارها مناسب طراحی دیجیتال و تصویرسازی ها هستن و به صورت 2 بعدی اون طرح نهایی رو به ما ارائه میدن. میتونیم تمپلیت های آماده حالا فیگورهای مختلف رو وارد کنیم برای اونا کار انجام بدیم. اگر برین سراغ کانال تلگرامم، یک سری از این تمپلیت های آماده اونجا هست. اگر نیاز به بیشتر داشتین میتونین سرچ کنین و توی گوگل و یا حالا پینترست اونها رو دانلود کنین. این تمپلیت های آماده رو وارد نرم افزار میکنین و بعد طراحی هایی که دوست دارین با ابزاری که در اختیارتون وجود داره توی هر کدوم از این برنامه ها طراحی میکنین. طرحهای نهایی که توی این نرم افزارها اجرا میکنین خب خیلی مخاطب پسندتر هستن و میتونه ارتباط قوی تری بین طراح و مخاطبتون ایجاد کنه. بعد از اینها میرسیم به فلت پترن ها، یعنی طراحی های فنی اجزای لباس. از اوایل جلو، پشت و جزئیات دوخت رو باید توی این فلت پترن ها به وجود بیاریم. این طرح‌ها به صورت 2 بعدی هستن و بسیار باید توی اونها دقت کنیم و جزئیات رو نشون بدیم. نرم افزارهایی مثل کورل دراو، ادوبی آلستریتور که البته ادوبی آلستریتور یک نرم افزار معمول‌تر و کاربردی‌تره، توی قسمت‌های دیگه هم میتونید از ادوبی استفاده کنید، از آلستریتور. پس توصیه من به شما اینه که آلستریتور رو یاد بگیرین و بیشتر با اون کار کنین، چون توی قسمت‌های دیگه هم بهتون کمک میکنه. کار رو با نرم افزارهای تصویرسازی هم میتونین انجام بدین، اما با این 2 تا نرم افزاری که گفتم حرفه‌ای‌تر و خب قطعا هم یک مقدار یادگیریشون پیچیده‌تر و کار باهاشون سخت‌تره، اما وقتی که یادشون بگیرین شما خیلی حرفه‌ای‌تر هستین. در بین نرم افزارهای تصویرسازی اسکچ بوک چون کاربرد خیلی راحت‌تری روی گوشی داره و با iOS و اندروید
همخوانی داره، همزمان میتونین روی لپتاپ استفاده کنین، روی تبلت استفاده کنین. اسکچ بوک معمول تره و بچه‌ها بیشتر سراغش میرن. دسته‌بندی بعدی نرم افزارهایی هستن که ما برای الگوسازی از اونها استفاده میکنیم. نرم افزارهای الگوسازی دیجیتال خیلی خیلی زیاد در صنعت کاربرد دارن و افراد مسلط میتونن پوزیشن های شغلی خیلی خوبی رو دریافت کنن با حقوقهای خیلی خوب. مثلا از این نرم افزارها مثل اپتیتکس و گربر زیاد توی ایران کاربردی نیستن. نرم افزار جمینی که احتمالاً همتون شنیدین، اون نرم افزاریه که ما با عنوان نرم افزار الگوسازی در طراحی لباس همیشه باش کار میکنیم. نرم افزارها همیشه نیاز به سیستم دارن و یک سیستم خوب، چون نرم افزارهای سنگینی هستن. در این نرم افزارها صحبت از دقت میلیمتریه و چینش برای برش‌های انبوه آماده میشه. برای خیاط‌ها، برشکارها، الگوسازها کاربردیه و جمینی هم از همه معمول تره و یادگیری اون راحت تره. رسیم به قسمت جذاب این روزها، یعنی طراحی سه‌بعدی یا همون شبیه سازی سه‌بعدی. نرم افزارهایی مثل مارولوس دیزاینر، کلو 3D، بروزویر، اینها نرم افزارهایی هستن که در طراحی سه‌بعدی خیلی معمول هستن. حالا نرم افزاری مثل کلو 3D خیلی گسترده تره، توی صنایع دیگه هم ازش استفاده میکنن، اما مارولوس دیزاینر خیلی کاربردی تر و خیلی معمول تر در صنعت پوشاک هست. شما میتونید لباس ها رو تن مانکن ببینین، بچرخونین، حرکت پارچه ها رو ببینین، مانکن برای شما رانوی انجام بده. توی کلو 3D و مارولوس ابزارها نسبتا یکی هستن و خب البته که نیاز به یک سیستم خوب دارن و برای طراحا مارولوس بهتر. در نهایت قسمت نهایی چیدمان پورتفولیو، ساخت مودبوردها یا معرفی کارتون هست که میتونید از نرم افزارهایی مثل این دیزاین، کانوا استفاده کنید. میتونید توی این نرم افزارها صفحات رو بچینید، تصاویر و عکس ها رو کنار هم قرار بدید همراه با متن. این نرم افزارها با خلاقیت خودتون میتونید یک ارائه متفاوت و زیبا داشته باشین از کارتون. همه افراد برای ارائه کارشون به این نرم افزارها نیاز دارن، اما کانوا یه نرم افزار کاربردی تره که کار باهاش خیلی راحته. توی زمینه‌های دیگه هم میتونین استفاده کنین، تمپلت های آماده داره و اینکه یادگیریش خیلی راحته. کار کردن زبان فارسی رو پشتیبانی میکنه، هم توی گوشی میتونین ازش استفاده کنین، هم روی سیستمتون. میتونین اکانتتون رو سیو داشته باشین و تمام کارهایی که انجام میدین رو روی هر سیستمی بیارین و حالا ادیت بزنین، دانلود کنین و هر کاری که نیاز باشه. البته که اگه تازه کاری اصلا نگران نباش، توی ویدیوهای بعدی کار با تک تک این نرم افزارها رو با هم یاد میگیریم و اینکه اگر با این نرم افزارها کار کردین توی کامنت ها بگین تجربتون رو، و اگر نرم افزاری میشناسین که جاش خالی بود توی این لیست اونها رو هم بهم بگین تا در ادامه بیشتر با هم در موردشون صحبت کنیم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.